فرودگاه حربی گرنزون دوشنبه سرژانت خرد قسم حربی 3502 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نظرعلی شریف رو با جرم هنگام بانگ خطر تعلیمی از автомات کلاشنیکوف به سرش تیر انداختن و کشتن سرباز قطاری کینجایف به 12 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. این حکم هنوز روز 8 اپریل سال 2022 صادر شده است، ولی تفصیلات پرونده اخیرا نشر شد. مرکز مطبوعات داستان کل تاجیکستان گفت خدمتچی حربی قسم حربی 3502 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سرژانت خرد نظرعلی شریف در دوره ادای خدمت حربی دست به صادر کردن جنایت وزنین مقابل حیات و سلامتی زده است. چنانچه 6 ینور سال 2022 ساعت 2:15 طبق نقشه در قسم حربی 3502 بانگ خطر تعلیمی اعلان گردیده خدمتچیان حربی برای سنجش سطح آماده باشی جنگی و تیاری تاکتیکی طبق نقشه در پستگاه‌ها مفخره‌های جنگی اشغال نموده در خندق‌ها کمین گرفتند. از روی تقسیم وظیفه‌ها و مفخره‌گیری در خندق‌ها خدمتچیان حربی قطاری کینجایف و دیگر سربازان با روبری سرژانت خرد نظرعلی شریف در کنار چپ درآمدگاه قسم حربی در خندق‌ها مفخره گرفتند. ساعت 2:30 بانگ خطر تعلیمی به انجام رسید و به سربازان و افسران امر شد که به قسم نظامی برگردند، ولی گفته می شود در اطلاع داستانی کل سرژانت خرد نظرعلی شریف این سپارش رو اجرا نکرده از خندق اشغال شدهش برآمده به نزد عسکر قطاری کینجایف رفته است. کینجایف میل سلاح خدمتی خود پولمیات تمغه کلاشنیکوف را که در آن تیردان پیوست کرده نشده تیر نداشت به طرف نظرعلی گردانده خشونت آمیز گفته است که او را میپراند و مکانیزم ضرب دهنده را پخش نموده میل سلاحش را پایان فراورده رو به روی نظرعلی ایستاده است. نظر خود نظرعلی دسترس نیست، ولی دوام ماجرا در نقل داستانی مثل فیلم های هالیوود است. سرژانت خردی تخمینا در مسافه 5-6 متر دورتر از سرباز قطاری کینجایف قرار داشت. از رفتار کینجایف به غضب آمده برخلاف بندهای 11 و 12 آیین‌نامه خدمتی داخلی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان عمل نموده با مقصد قصداً از حیات محروم ساختن آخرین از داخل سومکش تیردان را که در داخلش 30 دانه تیر جای کرده شد به سلاح خدمتی به او وابسته شده تمغه کلاشنیکوف پیوست نموده به تیرپرانی آماده کرده است و کردار قصدانش را ادامه داده با مقصد به انجام رسانیدن قصد پیش گرفتش تیردان را پر کرده سلاحش را به حالت آماده باشی آورده و بعداً با مقصد پرانده کشتن افسر قطاری کینجایف میل سلاح را به جانب عضو ایالت مهم نام برده یعنی سرش راست کرده به نشان گرفته یک تیر نشان رس پرانده است که آن به قسمت راست چکه سر عسکر قطاری کینجایف رسیده است. در نتیجه کینجایف زخم وزنین برای حیات و سلامتی خفناک برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. هر سال درباره از دست همخدمتانش کشته شدن چندین سرباز تاجیک در قسم‌های حربی قوه‌های مسلح تاجیکستان خبرها نشر می‌شوند.